6 ترفند روانشناسی که واقعاً ذهنت رو باز میکنن و شاید زندگی تو هم تغییر بدن. 1. وقتی با کسی حرف میزنی و به پیشونیش نگاه میکنی، ممکنه ناخودآگاه حس ناآرامی بهش بدی. یه تکنیک جالب برای موقعیت‌هایی که نمیخوای طرف خیلی راحت باشه. 2. اگه کسی مدام مسخرت میکنه و پشتش میگه شوخی کردم، بدون احتمال زیاد واقعاً باهات مشکل داره. از این افراد فاصله بگیر. 3. وقتی تو جمع کسی داره طعنه میزنه یا اذیتت میکنه، فقط مستقیم توی چشماش نگاه کن و آروم لبخند بزن. این تکنیک ساده قدرتت رو نشون میده و اون رو معذب میکنه. 4. اگه شبها خوابت نمیبره، یه بار اینو امتحان کن. هیچ حرکتی نکن و فقط تا 300 آروم بشمر. ذهنت کم کم وارد فاز استراحت میشه. 5. وقتی وسط صحبتت یکی حرفتو قطع میکنه، مکث نکن، ادامه بده. این نشون میده که اعتماد به نفس داری و نمیذاری کسی جریان حرفتو کنترل کنه. 6. اگه حس میکنی کسی داره دروغ میگه، مستقیم توی چشماش زل بزن و هیچی نگو. این سکوت کوتاه گاهی از 1000 سوال موثرتره. این ترفندها فقط سرگرم کننده نیستن، میتونن کیفیت روابطت رو بهتر کنن و به ذهنت آرامش بیشتری بدن. فیکس لایف ارائه دهنده راهکارهای یک خواب با کیفیت.